گنده دروازه‌بانای کرج بوده محسن خیالی. والا فوتبال ادامه میداد یه چیزی میشد، مثل بازیگری نیست که استعداد نداشته باشه. حاج خانم عذرخواهی میکنم جلو شما می حرفا گیرشم افتاده به پشت گیرشم اینجوریه حسن سیبیله که میخوام اگر یه موقع بیادبی کردم زیر سیبیلی رد کن که 2 تا 18 چرخ از زیر سیبیلت رد میشه. بابا من باز عذرخواهی میکنم پشتم به شماست، ببخشید از خودم که پشتم به شما، از اینکه گره لباس جناب خانم لباس خان جناب خان لباس خان بعد میگه ما خودم اومدم تو سینما بعد 20 سال به ما میگه لباس خان.